سلام، خوش اومدید به کانال روانپژوهی. ما تو این ویدیو میخوایم درباره امواج مغزی صحبت کنیم. همین ابتدا باید بگیم که منظور ما از امواج مغزی موجهای رادیویی یا الکترومغناطیسی خاصی نیست که از مغز ساطع بشه. در واقع چیزی به عنوان موج از مغز نمیتونه خارج بشه یا مغز چنین قدرتی نداره که امواجی رو از خودش هی ساطع بکنه. اما از اونجایی که فعالیت سلولهای مغزی بر اساس فعالیت الکتریکی سلولهای عصبی هستند و ما اونها رو به صورت کامل فرآیندش رو توضیح دادیم، اگر بیایم و این فعالیت الکتریکی نورون‌های مغز رو از روی پوست سر اندازه‌گیری بکنیم و اون رو روی یک نموداری رسم بکنیم، به این نمودار رسم شده از فعالیت نورون‌های عمدتاً قشر مخ ما میگیم نوار مغزی یا الکتروآنسفالوگرافی یا به صورت مخفف EEG که به معنای ثبت برآیند بار الکتریکی همه سلول‌های قشر مخ از روی سطح یا پوست سر هست. وقتی ما میگیم برآیند، منظور ما همه سلول‌هایی هست که از روی پوست سر ما میتونیم فعالیت الکتریکی اونها رو اندازه‌گیری بکنیم و محدود به یک یا دو تا سلول نمیشه. برای EEG یا نوار مغز یا اندازه‌گیری امواج مغز که همون ثبت فعالیت الکتریکی سلول‌های در واقع قشر مخ هست از روی پوست سر، ما یه سری الکترودها یا گیرنده‌های الکتریکی که قادر هستن فعالیت الکتریکی رو ثبت بکنن روی نواحی مختلف پوست سر قرار میدیم. از اونجایی که فعالیت الکتریکی سلول‌های مغز یا سلول‌های عصبی از چند هزارم ولت در واقع فراتر نمیره و بسیار ضعیفه، ما این الکترودها رو به دستگاه‌های تقویت کننده‌ای وصل می‌کنیم تا با تقویت کردن این پیام‌های الکتریکی بتونیم اونها رو به صورت دقیق و به صورت واضح شناسایی بکنیم و اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم. از تقویت کننده در واقع این جریان به دستگاه‌های نوسان‌نگاری در واقع متصل میشه که فعالیت یا تغییرات الکتریکی که از روی پوست سر در حال ثبت هست رو صورت منحنی روی یک خط شروع میکنه به رسم کردن که به این منحنی رسم شده در نهایت ما میگیم نوار مغزی که این نوار مغزی به صورت یک موج در واقع ثبت میشه و این موج هم چیزی نیست جز ثبت برآیند فعالیت الکتریکی سلول‌های مغز به ویژه سلول‌های قشر مخ و از سلول‌های قشر مخ هم به ویژه سلول‌های هرمی شکل قشر مخ. سلول‌های هرمی شکل یا نورون‌های هرمی شکل نورون‌هایی هستند که جسم سلولی اونها به شکل مثلث هست و اگر بپرسیم که عمدتاً کدوم بخش نورون‌های هرمی شکل، باید گفت که عمدتاً فعالیت دندریت نورون‌های هرمی شکل در امواج مغز اندازه‌گیری میشه. همچنین گفته میشه که امواج که در EEG ثبت میشه امواج عمدتاً خود به خودی هستن یا در اصطلاح میگن امواج ارتجالی هستن، به این معنی که ثبت این امواج وابسته به رویدادهای خاصی نیست. از اونجایی که سلول عصبی تا وقتی زنده است داره به وسیله ایجاد و انتقال پیام‌های الکتریکی در واقع فعالیت میکنه، مادامی که سلول یا مادامی که فرد زنده هست این امواج ثبت میشن. ممکنه نوع اونها بسته به نوع فعالیت یا شدت فعالیت تغییر بکنه، اما خود این امواج تا وقتی که فرد زنده هست در حال مشاهده و ثبت شدن هست و ارسال این موج متوقف نمیشه. ممکنه نوعش تغییر بکنه اما خودش هیچ وقت متوقف نمیشه. یکی از راه‌های تشخیص کما از مرگ مغزی در واقع ثبت همین امواج مغزی هست. در مرگ مغزی از اونجایی که سلول دیگه فعالیتی نداره امواجی هم ازش ثبت نمیشه، اما در کما هنوز همچنان امواج مغزی قابل ثبت شدن هست و میتونه وجود داشته باشه. خب حالا اومدن این امواج رو بعد از اینکه اندازه‌گیری کردن و رسم کردن در یک نموداری، بر اساس فرکانس اونها دسته‌بندی کردن و تقسیم بندی کردن و این امواج مغزی رو به 5 دسته جداگونه ما تقسیم بندی کردیم که بهش میخوایم الان بپردازیم. به ترتیب از بیشترین فرکانس تا کمترین فرکانس امواج مغزی شامل گاما، بتا، آلفا، تتا و دلتا میشه. اولین موج گاما هست که بیشتر از 30 هرتز در واقع فرکانسش هست. یعنی وقتی ما میگیم بیشتر از 30 هرتز هست فرکانس موج گاما، یعنی در یک ثانیه 30 بار این گردش میکنه یا 30 بار بالا و پایین میره. تعداد دوران هایی که در طول یک ثانیه انجام میشه همون تعریف فرکانس هست.
موج گاما بالاتر از 30 هرتز در واقع فرکانس داره و مربوط میشه به توجه، تمرکز، یادگیری و فعالیت‌های ذهنی شدید که برای پردازش اطلاعات پیچیده و افزایش آگاهی و هماهنگ کردن فعالیت نواحی مختلف مغز در واقع مشاهده میشه این فرکانس و معمولا در یادگیری و حل مسائل پیچیده و درک مفاهیم و به صورت کلی فعالیت‌های شدید این موج ثبت میشه. یک قاعده کلی وجود داره: هرچه میزان فرکانس امواج مغزی بیشتر باشه، شدت فعالیت مغزی هم بیشتر هست. هر چقدر امواج مغزی فرکانسش بالاتر باشه، سطح هوشیاری هم بالاتره و برعکسش، یعنی هرچی سطح فرکانس امواج مغزی پایینتر باشه، میزان هوشیاری و فعالیت مغز هم پایینتره. موج بعدی موج بتا هست که بین 13 تا 30 هرتز فرکانس داره. هنگام بیداری و توجه به محرک‌های محیطی در واقع این موج ثبت میشه و دیده میشه. در واقع موج بتا در اکثر فعالیت‌های شبانه روزانه ما قابل ثبت هست. در موج بتا هنگام فعالیت‌های که نیاز به توجه و تمرکز داره و نیاز به دقت داره این موج ثبت میشه، به طوری که موج بتا رو موج توجه و تمرکز هم بهش میگن و بیشتر این موج در لوب پیشانی و آهیانه ثبت میشه، اما در لوب پیشانی مقدار بیشتری از این موج قابلیت شناسایی و ثبت شدن داره. از اونجایی که بیشتر فعالیت‌های عالی مغز و توجه و تمرکز ما مربوط به لوب پیشانی میشه، ثبت این گونه موج‌ها هم در لوب پیشانی بیشتر در واقع دیده میشه. موج بعدی موج آلفا هست که بین 8 تا 13 هرتز فرکانس داره. موج آلفا که بین 8 تا 13 هرتز هست مربوط میشه به هنگام استراحت و آرامش فکری، هنگامی که فرد در معرض تحریک محرک‌های حسی شدید قرار نداره، فرد در حال ریلکس کردن و آرامش هست اما نخوابیده. در حالت آرامش فکری و عدم فعالیت این موج آلفا در واقع ثبت میشه. بستن چشم ها و قرار گرفتن بدن در حالت استراحت و آرامش این موج رو تسهیل میکنه. فعالیت و ایجاد شدن این موج رو تسهیل میکنه. ثبت و قرار گرفتن در موج آلفا میتونه به کاهش استرس و ایجاد آرامش و همچنین افزایش خلاقیت هم منجر بشه. موج آلفا بیشتر در لوب پس سری هست که ثبت میشه. این سه تا موج یعنی موج گاما، بتا و آلفا رو ما فقط در بیداری داریم و اینها رو میشه امواج بیداری نامید. اما دو تا موج دیگه امواج خواب هستن، یعنی موج تتا و دلتا فرکانس های کمتری دارن و مربوط میشن به مراحل خواب در انسان، اما در یک بزرگسال. این موج‌هایی که ما میگیم عمدتاً در بزرگسالان هستن، مشاهده و ثبت اونها. موج تتا بین 7 تا 3 هرتز فرکانس داره و موج خواب سبک هست، اما در حالت بیداری در حالتهای تنش و ناامیدی بسیار شدید و برخی اختلالات مغزی و افسردگی هم ممکنه دیده بشه. اما موج تتا که بین 3 تا 7 هرتز فرکانس داره مربوط میشه به خواب و در خواب سبک دیده میشه، اما ثبت اون در کودکان در حالت بیداری میتونه عادی باشه، اما در بزرگسالان فقط در حالتهای اختلالات یا در خواب هست که مشاهده میشه. هنگامی که موج تتا ثبت میشه فرد در حالت نیمه خواب یا مدیتیشن قرار داره و در حالت خواب سبک قرار گرفته. اما کم فرکانس ترین موج دلتا هست که کمتر از 3 هرتز فرکانس داره. این موج مربوط به خواب عمیق و بیهوشی میشه و ثبت اون در نوزادان در اکثر ساعات روز عادی تلقی میشه. خب اما این ثبت این امواج چه کاربردی داره؟ میتونیم 5 کاربرد عمده رو برای ثبت و اندازه‌گیری امواج مغزی نام ببریم. اولیش تشخیص اختلالات عصبی و روانی هست. امواج مغزی برای تشخیص و مدیریت اختلالاتی مثل سر، افسردگی، اضطراب استفاده میشن و به شناسایی نواحی مستعد تشنج و دیگر ناهنجاری ها کمک مهمی میکنن. دوم، مدیریت اختلالات خواب و مطالعه روی مراحل و چرخه خواب هست. تحلیل امواج مغزی در اختلالات خواب مثل بیخوابی یا آپنه که همون حمله خواب هست به شناسایی مشکلات
و بهبود الگوهای خواب و راهکارهای درمانی خیلی کمک موثری میکنه. سومیش نوروفیدبک هست، استفاده از تکنیک نوروفیدبک. نوروفیدبک از امواج مغزی برای تنظیم فعالیت‌های مغزی استفاده میکنه و به درمان اختلالاتی مثل اضطراب و ADHD و بهبود عملکرد شناختی میتونه کمک مهمی بکنه. چهارمیش مانیتورینگ یا مشاهده و ثبت جراحی‌های مغز و اعصابه. نظارت بر امواج مغزی حین جراحی‌های مغز به جراحان کمک میکنه تا از آسیب به بافت‌های حیاتی جلوگیری کنه و عملکردهای حیاتی مغز رو حفظ بکنه. و پنجمیش ارزیابی سلامت مغز هست. امواج مغزی به عنوان ابزار غیر تهاجمی امکان ارزیابی سلامت نورون‌ها و شناسایی زودهنگام مشکلات حافظه و عملکرد شناختی رو میتونن فراهم بکنن. خب اگر از ویدیو خوشتون اومد و کانال ما رو مفید و سازنده میبینید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.